درود و مهر من رو پذیرا باشید. در دومین قسمت از موضوع حالات چی بشه به این پرسش بنیادین که کیهان چرا به وجود آمده است، یا به تعبیر دیگر هستی چرا هست و به وجود آمده که چه بشود پرداختیم. این پرسش رو در 3 جنبه میتوان مورد بررسی قرار داد: در جنبه معناگرایانه، کنشگرایانه و فلسفی. در نگاه معناگرایانه که نگاهی به هستی از دریچه نگرش هدفدار هست، وجود حامل معناست، حتی اگر ما آن را به تمامی درک نکنیم. نگاه دینی و عرفانی یکی از این دیدگاه ها را در بر میگیرد. در نگاه دینی و عرفانی هستی تجلی عشق الهی است. خداوند هستی را آفرید تا خود را بشناساند و او جنجی پنهان بود که خواست شناخته شود. پس هستی صحنه شناخت و عشق است. در نگرش اگزیستانسیالیستی معناگرا نیز معنا از دل تجربه انسانی بیرون می آید. هستی به خودی خود شاید بی هدف باشد، اما انسان با آگاهی معنا را خلق می کند. هستی آمده تا انسان معنا بیافریند و در نگاه طبیعت گرایانه با جهتگیری شاعرانه، هستی آمده تا زیبایی باشد، تا شکوفه بزند، تا پرنده آواز بخواند. معنا در خود بودن هستی است، نه در هدفی بیرونی. در این منزلگاه ما شاهد چارچوب کنشگرایانه به هستی نیز هستیم، نه معناگرایانه. معنا و هدف هستی یکی از چارچوب‌های مورد توجه و پرواست، اما در کنار اون چارچوب کنشگرایانه رو باید مورد توجه قرار دهیم. هستی در اینجا به میدان عمل باز می‌گردد. در این نگاه هستی آمده تا چیزی رخ دهد، تا کنشی صورت گیرد، تا تغییری ایجاد شود. هستی به عنوان یک فرصت تجربه شده، یک زیست پنجره هستی و هستی زیست شده در پنجره موجود است. کیهان آمده تا آگاهی تجربه کند، تا ماده در فرایند و روند و روزگار شدنهای مداوم به آگاهی برسد، تا زندگی شکل بگیرد و زندگی در زندگی کردن خود را بشناسد. لذا همه چیز، حتی ماده، در خمیرمایه کنشگونه خود در روندی تعالی بخش قرار می‌گیرد. در اینجا هستی به عنوان میدان تحول نیز مطرح است. شاید هدف هستی تکامل باشد. از ذره تا انسان، از انسان تا آگاهی کیهانی، هستی و هستیمندی و هستومندی آمده تا رشد کند، تا پیچیده تر شود. در منزلگاهی دیگر هستی به عنوان دعوت به کنش انسانی مطرح است. اگر آدمی تنها موجود خودآگاه است، پس هستی آمده تا انسان در آن عمل کند، بیافریند، بسازد، مسئولیت بپذیرد و در پرتو زاد و همزاد خود زایشگر باشد. آنچه که من دیالکتیک چالش و زایش همتایان مینامم. اینجاست که به چارچوب فلسفی میرسیم. پرسش از چیستی و چرایی هستی. در این نگاه پرسش از هستی خود پرسشی است بنیادین و شاید بی‌پاسخ. شاید هیچ هدفی در کار نباشد. شک‌گرایان این گونه میگویند: هستی هست چون هست. پرسش از چرا ممکن است بی‌معنا باشد. این که بگوییم چرا هستی هست، این که خب حالا چی بشه، یک امری خود بی‌معناست. در نگاه پدیدارشناسانه هستی آن چیزی است که در تجربه ما پدیدار می شود، هویدا می گردد. ما نمیدانیم چرا هست، فقط میدانیم که هست.
و ما در آن روان هستیم. در همین حال نگاه نیهیلیستی هم وجود دارد. پوچگرا بودن و پوچگرایانه زیستن هیچ هدفی نیست. هستی آمده بی دلیل، بی منطق و ما در این بی دلیلی و بی منطقی گرفتار آمده ایم. گرفتار و در بند این بی دلیلی و بی منطقی هستیم. اما همین پوچی میتواند آزادی بخش باشد. ما آزادیم که به این پوچی معنا ببخشیم. خب از میان انبوهش اندیشه و تجربه ها، یکی از ژرف‌ترین پاسخهای فلسفی و یکی از تجربه های زیسته شده تأثیرگذار در فرایند پاسخ به این سوال که چرا هستی هست یا هستی چرا هست و حالا که چی بشه، به پاسخ فیلسوفانی برمیگردد که با زیرکی تلاش کردند که این پرسش را پاسخ بگویند. یکی از آنها آلبر کامو و افسانه سیزیف است. کامو فیلسوف فرانسوی در کتاب افسانه سیزیف به سراغ پرسشی می رود که به پرسش موجود ما بسیار نزدیک است. این سوال این است: آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ او هستی را پوچ می داند، بی معنا، بی هدف، اما در همین پوچی راهی برای آزادی و شکوه انسان می بیند. بنا به روایت کامو، سیزیف قهرمان اسطوره‌ای محکوم است تا سنگی بزرگ را در بالای کوه بغلطاند. از پایین تا بالای کوه این سنگ باید بغلطد و هر بار سنگ پایین می‌افتد. کاری بی پایان بی نتیجه. اما کامو میگوید باید سیزیف را خوشحال تصور کنیم. چرا؟ چرا باید او خوشحال باشد که هر بار سنگ بزرگ را تا بالای کوه و لبه قله میغلطاند و هر بار سنگ پایین میافتد و دوباره از نو؟ واقعا چرا باید او را خوشحال تصور کنیم؟ کامو میگوید چون او آگاه است. او میداند که سنگ خواهد افتاد، اما باز هم آن را بالا میبرد. در این آگاهی، در این شور بی پایان، انسان معنا میسازد. هستی آمده تا انسان با آگاهی، با شور، با مقاومت معنا بیافریند. اگر هیچ معنای از پیش تعیین شده‌ای وجود نداشته باشد، او خود بزرگترین معناست. همین که هست و استی دارد به طبع معنی آفرین می شود و این معنی آفرینی زندگی او را معنا می بخشد. در همین ضمن می توان از ویکتور فرانکل سخن گفت. در اردوگاه مرگ، فرانکل روانپزشک اتریشی سالها در اردوگاه‌های نازی زندگی بود. خانواده‌اش را از دست داد، گرسنگی کشید، شکنجه شد، اما در دل همان تاریکی کتاب انسان در جستجوی معنا را نوشت. بنا به روایت فرانکل، انسان میتواند تقریباً هر رنجی را تحمل کند اگر معنایی برای آن بیابد، یا به تعبیر دیگری که من میگویم معنایی برای آن بسازد. در اردوگاه کسانی که امید داشتند که معنایی برای رنجشان میافتند، مثل دیدار دوباره با عزیزان با نوشتن کتابی زنده میماندند. فرانکل خود معنای رنجش را در کمک به دیگران یافت. او از دل مرگ زندگی را بیرون کشید. از دل بی‌معنایی معنا را ساخت. دقت کنیم، کامو میگوید حتی اگر هستی پوچ باشد، انسان میتواند با آگاهی و شور معنا بیافریند و فرانکل بیان میکند حتی در جهنم میتوان معنایی یافت که انسان را زنده نگه دارد. شاید پاسخ نهایی این باشد: هستی آمده تا انسان با آگاهی، با عشق، با کنش، با آفرینش
و در مقام آفریننده قرار گرفتن معنا بیافریند. اگر هیچ معنایی از پیش تعیین شده ای وجود نداشته باشد، باز هم انسان خود خالق معناست و چون خالق است از هستی غافل نیست و چون از هستی غافل نیست، وجود او در همه چیز موجودیت می‌یابد. پس هرچه آدمی بیشتر بیافریند، بیشتر در پرتو نشاط و پاسخ به حالا که چه بشود قرار می‌گیرد. متشکرم و سپاسگزار از اینکه این سفر را نیز دنبال می‌کنید.